درود دوستان. حریفی نورالله علیف در UFC در ابودابی الان معلوم شد. مایک دیویس بوکسور. او راستو خیلی خوب جنگ میکند چون که بازش بوکس است. بوکس تمرین کردگی است و جوجیتسو هم لیکن زیادتر بوکس بازش بوکس است و نورالله علیف باشد ولنای بربا گوشتینی ترزی ازاد. خیلی جالب می شود. میبینیم که این یک تست یک اگزامین برای نورالله علیف می شود که مقابل باکسیور نورالله علیف چی خیلی می جنگد. این یک تست می شود چون که مایک دیویس دوست می دارد که در یکم راوند حریفانش را نکاوت کند. در آخرین محاربه‌اش مایک دیویس در 2025 حریفش را از طریق نکاوت با زانو نکاوت کرده بود در راوند اول، در همون ثانیه های اول. خیلی خطرناک است. قدش از نورالله علیف بلندتر است و دوست می‌دارد هم وقت پیش رود و ضربه های قوی زند. این برای نورالله خیلی همون تستی خوب می شود و نورالله علیف دوست می‌دارد تا سوم راوند جنگ کند. کاردیوش دیحالکش خیلی خوب است و 9 محاربه‌اش تو قراری داوران بردگی نورالله علیف. برای همین دیخالکش خیلی خوب است و مایک دیویس باشد نه خسته می شود. برای همین اگر نورالله علیف یکم دوم راوند گذراند در سوم راوند شانس دارد که طریق خلها از مایک دیویس دست بالا شود. دوستان به هر حال فکرتون رو نویسید در این بابت. حریف نورالله علیف اعلان شد. مایک دیویس از امریکا باکسور بر ضد گوشتینگیر نورالله علیف و موین غفورов هم حریفش گوشتینگیر است. برای همین خیلی جالب می شود که این یک تست برای ورزشکاران تاجیک می شود 25 ایول در ابودابی و به نظر من اگر موین و نورالله دست بالا شوند شاید که در توپ 15 همون ریتینگ یو اف سی قرار گیرند. دوستان فکرتون رو در این بابت نویسید. در برای حریف های ورزشکاران تاجیک نورالله و موین که چی شانس دارن روز 25 ایول در ابودابی و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون بود تا امیدی دیدار.